آخر برنامه یه دونه الکی برای من بخندید. برای من احتیاطتون. میخوای گریه کنم ولی نمیتونم بخندم. آقا الان بغضتون گرفت. آره. منقلب شدین. نه این کارو نکن. بسه. این کارو نکن. آقا من تشکر میکنم. من تو زندگی اینو یاد گرفتم، جایی هزینه کنم که واسه یا خودم یا منطقم یا کشورم عزت به دست بیارم. این راه عزت نیست من دارم میبینم. من میخواستم هم شهریامو هم زبانهای خودمو واسه خوشحال کنم. الان دارم میبینم که به سمتی دارم میبرم که اینا ناراحت بشن. اینا مقصر نیستن. یه عده‌ای که دارن این فوتبال رو مدیریت میکنن مقصر اونا هستن. مقصر یه سری از رسانه ها هستن. متاسفم واسه این فوتبال. متاسفم. کسی نباید مسئولیتی رو قبول کنه که استحقاق و مسئولیت رو نداره. ما زمانی میتونیم توی کشور هر حوزه‌ای موفق بشیم که آدم‌های لایق اون صندلی بیان بشینن سر جاشون. متشکرم. فوتبال هم همینه. متشکرم. مرسی.